دوستی از آلمان پرسیده بود که یکی از دقیقتش اینم یکی از مشکلاتی است که خانواده ها خاصا اشخاص دیندار در اروپا و آمریکا گرفتارش هستن، نمیدانن اکثرا که موقف دین و شریعت در این مورد چی است. مشکل از این قرار است دو خانواده هستن، دو پسر عمو هستن، دو پسر خاله هستن، دو پسر دایی هستن، قاب و خویش، خواهر برادر هستن، در اروپا آمریکا زندگی میکنن. یک خانواده دیندار است، زنانشون با حجابن، دیندارن. یک خانواده دیگه بی حجابن، فاسقن، فاجرن، شراب خورن، رقص میکنن، موسیقی، هزار یک فتنه و فساد دارن. الان میگن ما دوتا خانواده در قبال صله رحم مسئولیت ما چی است؟ آیا با اینها قطع رابطه بکنیم؟ با اینها رفت آمد بکنیم؟ اگر قطع رابطه بکنیم صله رحم چی میشه؟ اگر رفت آمد بکنیم فرزندان ما، همسر ما، دختران ما از اونها متأثر میشن. مثلا میگه که من دخترمو بردارم برم خونه اونها، دخترای اون میان دختر منو میبرن توی اتاق دیگه، موسیقی میگذارن، شروع میکنن باش رقصیدن. من نمیخوام که دخترم مثل اونها باشه. الان ما چی کار بکنیم؟ این واقعا یکی از مشکلاتی است که در اروپا عزیزان ما گرفتار اون هستن. اولا خیلی مختصر در مورد صله رحم بگیم. صله رحم چی است؟ پیوند خویشاوندی. پیوند خویشاوندی، خویشاوندان درجه 1، درجه 2، درجه 3، اینا هر کدام بر اساس مراتبشون حق و حقوقی دارن که ما باید اونو مراعات بکنیم. یکی از حق و حقوق این است رفت آمد. بیمار میشن بریم به زیارتشون، رفت آمد بکنیم، نیاز به کمک داشته باشن بهشون کمک بکنیم الی آخره. در قرآن کریم به این شدیداً امر شده. در سوره نساء در خطبه نماز جمعه همیشه میشنوید واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. تقوای الله سبحانه و تعالی پیشه کنید و پیوند خویشاوندی را برقرار بدارید، یعنی صله رحم رو برقرار بدارید، زیرا که بیگمان الله سبحانه و تعالی مراقب شما است. در آیه دیگری الله سبحانه و تعالی میفرماید که والذین ينقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به ان یوصل. انسانهای بدبخت، انسانهای گناهکار کسانی هستند که عهد و پیمان الهی را میشکنن و قطع صله رحم میکنن و یفسدون فی الارض و در زمین فساد میکنن. اولئک لهم اللعنه و لهم سوء الدار. بر اینها لعنت الله سبحانه و تعالی است و عاقبت بد که دوزخ است سرنوشت آنها هست. در آیه دیگری میفرماید فعل عسیتم این تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم. شما میخواهید که از قرآن و از برنامه اسلام و از دین روی گردان شوید و در زمین فساد کنید و پیوند خویشاوندی را به اصطلاح مراعات نکنید یا بکسلانید. پس روایات زیادی است. اینا مختصری است، یعنی عقاب شدیدی است برای کسی که صله رحم رو مراعات نمیکنه. مثلا با برادرش، با خواهرش، با عمش، با داییش، با قوم و خویشش رفت آمد رو قطع میکنه. این میشه قطع صله رحم، قطع پیوند خویشاوندی. با اونها کمک نمیکنه، سخنچینی و تفرقه انگیزی میکنه، دید و بازدید نمیکنه، در خوشی و غمای اونها شرکت نمیکنه، دعوت میکنن به دعوتشون نمیره، در تعلیم و امور دینی با اونها همکاری نمیکنه و تحقیر میکنه، به اعلان بیزاری میکنه. همه اینها اعمالی است که ما بهش میگیم قطع صله رحم. و این رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث خیلی یک عتاب شدیدی است. میگن که اعمال انسان ها روزهای پنجشنبه یعنی شب جمعه به حضور الله سبحانه و تعالی عرضه میشه. همه اعمال انسان ها قبول میشه الا کسی که قطع صله رحم داشته باشه. مثلا با خواهرش، با برادرش رفت آمد نمیکنه، الله متعال اعمال این رو قبول نمیکنه. از بقیه رو قبول میکنه. طرف هر جرم و جنایتی کرده باشه اعمال شایستش قبول میشه، الا کسی که قطع صله رحم داشته باشه قبول نمیشه. میگه نگه دارید تا وقتی که آدم بشه، یعنی این پیوند خویشاوندی رو چیز کنه. در حدیث دیگری رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که کسی قطع صله رحم میکنه، یعنی روابط خویشاوندی رو در نظر نمیگیره، داخل بهشت نمیشه. و در حدیث دیگری پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که هیچ گناهی سزاوار جزای دنیوی نیست مگر صله رحم. صله رحم یکی از
اعمالی است که هم جزای دنیوی داره، اخروی داره و هم جزای دنیوی داره. بر صورت و رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را امر کردن که با برادر لا یهجر المسلم اخاه فوق ثلاث، بیشتر از 3 روز با برادرش با یک مسلمان دیگری قطع ارتباط نمیکنه. الان اینو ما باید میگن که چیکار بکنیم؟ موندیم. قطع صله رحم بکنیم، این عقوبتش است. نکنیم، گرفتار صفات بدی که اونها دارن، زنم خانوادم از اونها متأثر میشن. پس وظیفه ما چی است؟ ببینید دوستان عزیز، ما در اصطلاح دین یکی صله رحم داریم، یکی حجر داریم. حجر کردن یعنی دوری کردن که در حدیث میگه لا یحجر المسلم اخاه فوق ثلاث، یعنی دوری نمی کند، ترک نمی کند یک مسلمان حتی هجرت از این به اصطلاح حرف گرفته شده که یعنی کسی که شهر و دیار خودش رو ترک میکنه بهش میگن مهاجر و این عمل رو بهش میگن هجرت. حجر در اینجا چی است؟ دوری کردن. در حدیث میگه شما 3 روز بیشتر نباید که با برادر مسلمانتان دوری بکنید، قطع رابطه بکنید. پس ما این فسق و فجوری که وجود داره و این مشکلاتی که وجود داره چی کار بکنیم؟ اولا صله رحم یک اصطلاح شرعی است، حجر یک اصطلاح شرعی است و همه اینها احکام و شروط و آداب خاص خودشون رو دارن. این که در حدیث میفرماید رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که بیشتر از 3 روز نباید مسلمان با مسلمان دیگه قطع ارتباط بکند، این در مسائل دنیوی است و در مسائل شخصی است. من با برادر مسلمانم یک داد و ستدی انجام دادیم، یک اشتباهی کرد، قهر شدم، ناراحت شدم، 2.5 روز با او صحبت نکردم. روز سوم دیگه آخر روز باید تمام بکنم، برم بهش زنگ بزنم، سلام علیک بکنم، نه اینکه روز 4م قطع ارتباط بکنم با او. 3 روز فقط، بعد از 3 روز حق دارم. هر گونه مسئله شخصی که وجود داشته باشه دنیا باشه، تجارت باشه، کار باشه، یک برخورد زشتی باشه، مسائل شخصی. در مسائل شخصی شما با یک انسانی تنها می توانید در صورتی که چون انسان است. ببینید الله سبحانه و تعالی ما رو به یک چیزی که فوق استطاعتمون باشه مأمور نکرده. کسی اومد به من فحش داد، یک دوستم، خویشم، نزدیکم، یک حرف زشتی به من زد، قهر شدم، عصبانی شدم، 2 روز باش صحبت نمی کنم، 3 روز باش صحبت نمی کنم و این حق من، این حق رو الله متعال به من داده، پیامبر صلی الله علیه و سلم دادن. تا 3 روز حق دارم که با او قطع رابطه بکنم، حتی بهش سلام ندم، هیچ اصلا باشه. بعد از 3 روز اگر ادامه دادم گناهکار میشم و در حدیث میگه بهترینشان کسی است که اول سلام میکنه. 2 نفر با هم قهر شدن، روز سوم هم گذشت، روز 4م سر کوچه هم دیگر رو دیدن، یکیش احمد است یکیش محمود. محمود به طرف احمد میگه سلام احمد، اونم سلام هم برمیگردن. الان کدومش در نزد الله سبحانه و تعالی بیشتر ثواب رو گرفت؟ محمود، چون که اول سلام داد. اما اگر مسئله دین باشه، مسئله اعتقاد باشه، مسئله اخلاق باشه، مسئله ارزش‌های دینی باشه، در اینجا انسان میتونه که یک کسی رو 1 روز، 2 روز، 10 روز، 1 ماه، 1 سال، 10 سال، 20 سال تا آخر عمرم ترک بکنه. این رو بهش در اصطلاح شریعت بهش چی میگن؟ حجر میگن. و این حجر یا حجر میگن یا حجر میگن، مقید به زمان نیست. تا وقتی که اون مصلحتی که ماورای این ترک کردن و حجر کردن وجود داشته باشد، این باید ادامه پیدا بکند. حالا در جواب این دوست عزیزمون مییم شروط و احکام این رو بیان میکنیم. آیا نمونه ما داریم در سیرت که رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابه این کار انجام داده باشن؟ بله. در سوره توبه و علی 3 الذین خلفوا، 3 نفر از صحابه مؤمن، غیر از اون منافقین آمدن عذر آوردن، پیامبر حسابشون علی الله، دفترشون بسته شد، رفتن. اما 3 نفر از صحابه مؤمن در غزوه تبوک تخلف کردن، نرفتن. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم 50 شبانه روز با اینها صحبت نکردن
و بعد از اون امر کردن خانواده هاشون رو و دیگر صحابه که اونا هم با اینا قطع رابطه بکنن. به این میگن حجر. قطع رابطه به خاطر معصیت و گناهی که طرف مرتکب شده، تا این قطع رابطه سبب بازگشت او به راه درست بشه. بعد از 50 شبانه روز الله سبحانه و تعالی توبه اونها رو پذیرفت و مسلمان ها آمدن چیکار کردن؟ با اونها صحبت کردن. پس قید حجر با انسانی که دچار معصیت هست، دچار فسق و فجور هست، به شرط این که از این معصیت و فسق و فجورش دست برداره، وقت معینی نداره. اگر در ظرف 1 روز برگشت، ما برمیگردیم در ارتباط با او. اگر به 1 هفته، 1 ماه، 1 سال، 5 سال، 10 سال، 20 سال، هر چقدر که ادامه پیدا کرد، اگر اصرار کرد بر گناه و معصیتش، ما هم حجرش میکنیم، ترکش میکنیم. اما چی است؟ بر اساس شروط و احکام. گاهی اوقات همین حجر ما هم نتیجه برعکس میده. مثلا پسر عمویی دارید شرابخور است، اگر شما در کنارش باشید شراب نمیخوره. آیا حجر کردن این، ترک کردن این جایز است؟ نه، جایز نیست. این شریعت خیلی دقیق این مسائل رو بررسی میکنه. چرا؟ اگر حجر کردن، ترک کردن یک انسان سبب این بشه که گناه و معصیت او بیشتر بشه، نه تنها که این ترک کردن و حجر کردن جایز نیست، بلکه گناه هم هست. خانواده‌ای هست، خاله شما، عمه شما، خواهرتون، خویشان نزدیکتون که باید با اونا صله رحم داشته باشید، مرتکب یک معصیتی میشن، یک فسق و فجوری دارن. ترک کردن شما، حجر کردن اونا سبب بیشتر شدن این گناه و معصیت میشود یا کمتر شدنش؟ اگر سبب کم شدن میشه، پس شما باید ترکشون بکنید، حجر بکنید. اما اگر سبب بیشتر شدنش میشه، در اینجا نه، دست نگه دارید، ارتباطتون رو، روابطتون رو ادامه بدید، چون در اینجا مصلحت مهم است. دیگر این که نباید از این مسئله بعضیا سوء استفاده بکنن. یعنی از بعضی، مثلا یک مسلمانی رو الان میبینی، والا چرا با فلانی ارتباط نداری؟ نه، من حجرش کردم. بر چه اساس حجرش کردی؟ والا ازش خوشم نمیاد. این شد شخصی. ببینید، در مسئله ترک کردن و حجر کردن بیشتر از 3 روز، اگر کوچکترین مسئله شخصی مطرح بود و این رو خود انسان متوجه میشه، بله الانسان و علی نفسی بصیره، انسان در نفس خودش آگاه است. شما خودتون میتونید از نفس خودت بپرسید که این قطع رابطه بیشتر از 3 روز که کردی با فلانی به سبب مسئله شخصی است یا دینی است؟ مصالح و مفاسدش رو در نظر گرفتی یا نگرفتی؟ اگر کوچکترین غرض شخصی در این مطرح باشه و فی سبیل الله نباشه، برای اصلاح نباشه، برای جلوگیری از فتنه و فساد نباشه، در اینجا انسان چی میشه؟ گناهکار میشه. به خاطر همین علما میگن که از بزرگترین عبادت ها و جهاد فی سبیل الله این است که انسان اهل بدعت و اهل فسق و فجور رو ترک بکنه، حجرشون بکنه. اگر این حجر ما سبب میشه که اونها اصلاح بشن. به طور مثال، یک آدمی صاحب بدعتی است، رفت آمد با او سبب میشه که او این بدعتش رو در بیان شما و خانواده شما پخش بکنه، پس فرض است که انسان با او قطع رابطه بکنه. نه، این ارتباط با او سبب میشه که شما او رو اصلاح بکنید، به راه درست بیارید، واجب است که با او صله رحم بکنید و حجر نکنید. و کسی که فاسق باشه، فاجر باشه، شرابخور باشه، زناکار باشه، دروغگو باشه، منافق باشه، این منافق اعتقادی، عملی، با این افراد حجر کردن طبق همین شروط و احکام اگر سبب اصلاح بشه جایز است. هدف خیلی مهم هست. هدف باید اصلاح باشه. هدف شما از حجر کردن و ترک کردن اصلاح باشه، هم حفظ خودتان و خانوادهتان، هم اصلاح طرف مقابل. مدت در اینجا مطرح نیست. هر چقدری که
اصلاح شد طرف، تا اصلاح شدن شما میتونید که این ترک کردن و هجر کردن رو ادامه بدید. در مدتی که با کسی هجر کردید، غیبتش رو نمی کنید، بدگوییش رو نمی کنید، اهانت بهش نمی کنید. یعنی این اخلاق یک مؤمن رو باید در نظر بگیرید. حالا نه، کسی رو هجر کردید، شرابخور است، زناکار است، فاسق است، فاجر، صبح تا شام در عرب مجلس میشید، والله من فلانی رو هجر کردم، ترکش کردم، صاحب این است، این است، این است، فلان فلان فلان، بدگویی این رو بکنید. نه، این جایز نیست. چارچوب شریعت رو در نظر بگیرید. مصلحت دین بالاتر از همه مصالح است. یعنی به خاطر مصلحت شخصی نباشه، به خاطر مصلحت شریعت و مصلحت دین باشه که این هجر شما، این ترک شما سبب توبه طرف بشه، نه سبب طغیانش. یکی از شروط دیگر این است که این باید موقت باشه. یعنی خلاص من فلانی رو ترک کردم، هجرش کردم، فردا اون اصلاح شد، توبه کرد، آدم خوب شد، نه من ادامه بدم. این غلط است. به مجرد اینکه طرف توبه کرد، آدم خوب شد، شما باید صله رحمتون رو برقرار بکنید، وگرنه شما گناهکار میشید. همونطوری که گفتیم، این هجر کردن و ترک کردن باید در امور متعلق به عقیده و اخلاق باشه. اهل بدعت، اهل شرک، اهل نفاق و اهل فسوق و فجور، شراب و زنا و معصیت و دزدی و اینا. آیا در دورانی که ما او رو ترک میکنیم وظیفه ما دعوت و توجیه شرعی این طرف آیا برطرف میشه؟ نخیر. شما چه مستقیم چه غیر مستقیم باید او رو دعوت بکنید، اعمال زشت و ناپسندش رو براش بازگو بکنید، او رو برای قرآن و سنت دعوت بکنید، اعمال زشت رو براش بازگو بکنید، به شکلی که او رو اصلاح بکنه، سبب اصلاحش بشه. مثلا یک طرف شراب میخوره، طرف ای شراب خوره، نمیدونم فلان 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 شده. نه، اینطوری نه. برید با آیات، با احادیث احکام رو بیان بکنید. اصلا طرف با آیات و احادیث زیاد اهمیت قائل نیست. شاید با دلایل علمی خیلی بیشتر مثلا اصلاح بشه، هدایت بشه. برید اقوال پزشکانی که دکترانی رو که در ضرر شراب مثلا هست رو جمع بکنید، براش بازگو بکنید، نمونه‌ای از زندگی انسان‌ها براش بازگو بکنید و مجالسشون رو ترک بکنید. مثلا طرف یک دیوانی داره، یک مجلسی داره، مهمانخانه‌ای داره، همه دوستان رفیقاش رو جمع میکنه، در بین شما و خانواده‌تون هم میرید در اونجا و این مجلس شما سلطه‌ای در اینجا ندارید. اونا فسق و فجورشون رو عیان و بیان میکنن و شما نمیتونید جلوی اونها رو بگیرید. اونها میتونن بر شما تاثیر بگذارن، نه اینکه شما بر اونها تاثیر بگذارید. نباید شرکت بکنید. یک نفری اصرار دارد بر گناه و معاصی، بر بدعت و بر شرکی که دارد، بله، تا وقتی که توبه نکرده شما میتوانید که با او صحبت نکنید، رفت آمد نکنید، صله رحمتون رو قطع بکنید تا وقتی که اصلاح بشه. حتی کسی که به دیگران اهانت میکنه، غیبت میکنه، دیگران رو مسخره میکنه، با این گونه انسان ها نباید نشست و برخاست کرد. امام ابن عبدالبر رحمت الله علیه میفرماید که هجر در دین، ترک کردن یک مسلمان، قطع رابطه کردن با یک مسلمان مشروع است و هو من اعظم الجهاد اذا كان فی سبیل الله. اگر در راه الله باشد، فی سبیل الله باشد، از بزرگترین اعمال جهاد است. ولیس للهجر سبب غیر ذلك. اگر به خاطر خدا نباشه هیچ سبب دیگری قابل قبول نیست. ابن تیمیه رحمت الله علیه میفرماید که هجر من اعظم الجهاد و هو من وسائل الشرعیه التي يرد بها اهل الاحواه و يردع بها عن البدعه و يقوم بها المجتمع و يحفظ بها الدين والعقد. میگه که هجر کردن، ترک کردن از بزرگترین جهاد است و ای از وسایل شرعی است که اهل احوا، یعنی کسی که اهل هوا و هوس باشه و اهل بدعت باشه، اونا را از این اعمال زشتشون برگرداندن
و جامعه رو اصلاح کردن و دین رو حفظ کردن. امام ابن قیم در مدارج السالکین می‌فرماید که الحجر من اعظم الوسائل التي يرد بها على اهل البدع. حجر بزرگترین وسیله‌ای است که از بزرگترین وسایلی است که انسان جواب اهل بدعت رو، برخورد بالمقابل و بالمثل اهل بدعت رو میده به وسیله اون. و هو من اعظم الجهاد، از بزرگترین جهاد هاست. و یجب ان یکون علی قدر من الحکمه، باید با حکمت باشه. و ان یکون فی مواضع المصلحه، مصلحت رو در نظر گرفت. لا علی سبیل الانتقام، به خاطر انتقام شخصی نباشد. امام نووی رحمت الله علیه در شرح مسلم میگه که الحجر فی الحق من الامور التي امر بها. حجر کردن، ترک کردن، قطع ارتباط کردن با کسی در اموری که حق باشد، به او امر شده است در دین. و هو من وسائل الاصلاح، از وسایل اصلاح جامعه است. و یجب ان یکون بالحکمه، باید با حکمت باشد. و ان لا یوجد فیه اهانه او سخریه، اهانت و تمسخر در او نباشد. بل یکون لاصلاح و توبه، بلکه برای اصلاح و توبه باشد. امام شافعی رحمت الله می‌فرماید که الحجر من ابواب الاصلاح و من اعظم وسائل رد اهل البدع. حجر کردن از ابواب اصلاح است، اصلاح جامعه، و از بزرگترین وسایل دور کردن اهل بدعت است. اذا کان بحکمت و رفق، با لطف خوش و با حکمت باشد. و لیس علی سبیل الانتقام، و بر اساس انتقام نباشد. ابن قدامه در مغنی میگوید که الحجر فی المعصیه او البدعه یکون من وسائل التي تقوی الحق. ترک کردن، حجر کردن اهل بدعت و معصیت، قطع ارتباط کردن با اونها، از جمله وسایلی است که حق رو تقویت میبخشه و ترد المخالف، مخالفین را برمیگرداند. و یعامل مع اهل البدعت بدع بالحکمه، با اهل بدعت با حکمت این گونه برخورد میشود. و حسن الخلق، با اخلاق خوب. لتكون لله، برای الله باشد. لیس للانتقام او الانتقاص، برای انتقام یا خرد کردن طرف مقابل نباشد. این مختصری در مورد صله رحم و در مورد ترک کردن یا حجر کردن یا قطع ارتباط کردن با کسانی که پیوند خویشاوندی با آنها برای ما فرض است.